ایراندو وارد می شود. درود پدر. درود ایراندو. 15 سالت شده است. از میان خواستگاران خیش یکی را برگزین. هر کس که بتواند در مبارزه با من زنده بماند با او ازدواج خواهم کرد. تو چه میگویی ضعیفه؟ امشب تو رو از آن خود خواهم کرد. اگر توانستی در مبارزه با من پیروز شوی برچشم. با اجازه سرورم آغاز. سرورم این 136مین نفر بود که به فنا رفت. ایراندو، تو تمام پسران این سرزمین را به کشتن دادی. تا سحرگاهان یکی را برگزین. ذوالفقار. پدر، هیچ کس لیاقت بودن با دخت فارسی را ندارد. من با این غلام ازدواج خواهم کرد. با این غلام؟ زن هست تاج بر سر میکنن، زن هست تاج بر سر میکنن. من از این غلام بزرگترین تاجر میانه شرقی را خواهم ساخت. بنوش. نو